برو بابا، ما تا ابد با همین. نه تا ابد، ما تا ابد هم با همین. سلام مریم، چطوری؟ وای چی شد؟ حتی علی هم نمونده، بهترین دوستم. هی سلام محمد، چطوری؟ بیا جلو ببینم، با من قهر کردی؟ میکشم. دفاع کردم، بمیر. آخ ضربه بدی زدی ولی پاشو. آخ پیس گردم وردن، نمیذارم. دیش آی دل در گرفتم. جا خالی جانانه، بیا جلومم علی. وای شمشیر نه. آخ پامو قد کردی. نفش بمیر. زنده باد علی. وای محمد، برادرم مرد. انتقامت رو از علی با همین شمشیر میگیرم. خدایا خودت کمک کن شکست بدم. یکی دو. جدرت یا ای وای اشتباه شد دوباره. یا جدرت. هی تو برادر علی؟ آره چی شده؟ الان نشونت میدم. وای جای علی رو میدونی؟ نه بکنم الان یادت بیاد. وای آی خدا نمیدونم، پس بمیر. بای. ای تو کی هستی؟ الان میفهمی کی هستم و شکستت میدم. خودت خواستی. بیا. خدایا خودت منو ببخشم، منو کشتم، حتی این بیچاره رو هم ببخش منو. هی این دیگه صدای چیه؟ سلام. چی شده؟ وایسا اینم بس بکشم. یا چیکار میکنی؟ نه ترس، اینو میخوام بهت بدم. مرسی، ولی اینو چیکار کنم؟ با این انتقام برادرت رو بگیر. باشه ممنون، خیلی دستت در نکن. پس قراره با این شمشیر انتقام برادرم رو بگیرم. من اینجای کجاست من اومدم؟ ای واسه ببینم. سلام چطوری؟ خدا نه ترس، دشمن نیستم. واسه چی فرار میکنی هان؟ چی؟ خستم، بگو ببینم واسه چی فرار میکنی هان؟ علی اینجاست. چی؟ برو بابا. کجاست؟ ایزی. خوب بود علی. تو دیگه کی هستی هان؟ من برادر محمدم، فهمیدی؟ اونی که با راحت با شمشیر کشتمش. آره بیا جلو. دیش جا خالی بیا. ضعیفی. حالا میبینی کی ضعیفه. چیکار میکنی؟ وای نه. ضعیفی مثل برادرت. حالا میبینیم کی ضعیفه، فهمیدی؟ بیا. وای نه. پامو زدی. وای دستم هم کش کردی. میکشمه. بریم کلیان بکش. آره فکر خوبیه. خیلی کیف میده. خوب شد اومدیم. آره خیلی حال میده. چه کلیان خوبیه. دوسی به. آره راستی بریم کلاف بزنیم. آره بریم. باشو. گوش کنیم چیزی هستی؟ ببخشید.